در میانه میدان قاسماک ارباب بالروک ها به میدان آمد. آتش در زنجیر و پتک در دست بر شاه نولدور تاخت و فینگون پسر فینگولفین آخرین شاه نولدور در بریلیاند در نبردی جانانه با او درگیر شد. زمین از ضربات آنها می لرزید، اما دیری نپایید که شاه بر خاک افتاد و آتش مرگ سراسر میدان را در بر گرفت. چنین بود که فینگون امید سپاه غرب در خون خیش غلتید و نولدور بی پادشاه گشت. پس از مرگ او صفوف الف‌ها از هم پاشید. دورف‌های بلگاس که دیگر تاب نیاوردند گریختند و راه کوهستان را پیش گرفتند و تورگان شاه گاندولین به همراه هورین سالار مردمان دورلامین که دوستی عمیقی با هم داشتند با بازماندگان خود از میدان گریختند. راهشان به سوی دره مخفی گاندولین بود، همان جایی که مورگاس سالیان دراز در جستجویش بود اما همواره ناکام مانده بود. سپاهیان اورک چون سایه‌ای بی پایان در پی آنان روان شدند به امید آنکه راهی به سوی قلعه پنهان بیابند.